برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. حمد و ثنا به پروردگار جهانیان و درود و سلام به پیشوای امت، معلم بشریت، معلمی که به مکتب نرفت و خط ننوشت اما مدرس عالمیان است، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، تماشابینان برنامه دیدگاه و آبونچیان شبکه یوتیوبی پیام تیوی، تشکر به یکایی که شما که یک به یک حالا به ما پیوستن دارید. از یکایی که آنهایی که حالا به ما پیوستن احترامانه خواهش میکنم که پیوند یا سلک نوار را به دوستانتان توسط واتساپ، وایبر یا ایما فرستانید تا اینکه دوستان به ما پیوست شوند. از یکایی که شما آنهایی که حالا با ما پیوستند، به یکایی که شما میگم که حالا امروز ما در برنامه یک موضوع مهم را بررسی میکنیم و این هم باشد موضوع درباره معارف است، رکود ساحه معارف است. هرچند در این باره ما بارها برنامه کرده بودیم، اما امروز میبینیم که ضروریت باز هم در این باره گپ زدن هست. باز میبینیم که ضرورت پیش آمده است که بعضی از نقطه ها در این باره ناگفته نماند، بعضی از مسئله ها در این باره مطرح نکرده نماند. تماشابینان عزیز، باز هم از شما خواهش میکنم که آنهایی که حالا به ما پیوسته اید بیایید به ما کمک کنید. سلکه نوار یعنی پیوند نوار را که در زیر همین یوتیوب هست، در زیر نوار هست، و دوستانتان بفرستانید، پدیلیت کنید توسط واتساپ، وایبر، ایما، تلگرام، هر چیزی که دارید و دوستانتان سلکه را فرستانید تا اینکه آنها به ما پیوندند. و همچنین کسانی که پیوست شده هستید، از یکایی که شما تشکر میکنم که از اولین ها شده به ما پیوستید و ما را پیگیری میکنید و با کمال میل انتظار آن هستید که کی ما برنامه را آغاز بکنیم. تماشابینان عزیز، واقعا در تاجیکستان روزهای آخر انیقش یک چند ماهی آخر بعضی گریدارهای به وجود آمده ایستاده اند که واقعا باعث نگرانی است. حالا چقدر از دوستان، چقدر از هموطنان ما که بیشتر از تنقیدهای ما نگران هستند و میگویند چرا شما بیشتر تنقید میکنید، چرا شما بیشتر به کمبودی ها مینگرید و چرا شما بیشتر از کمبودی ها میگویید و به آبادکاری ها نظر نمی کنید. تماشابینان عزیز، این نگرانی آنها و این گیله آنها نیز جا دارد، چون که ما بیشتر توجه میکنیم به کمبودی ها و بیشتر کوشش میکنیم که از کمبودی ها گفته شود. چرا؟ برای آنکه ما میخواهیم همین مسئله را، همین خالگی وسایط اخبار عموم را پر کنیم. چگونه؟ در وسایط اخبار عموم که در تاجیکستان فعالیت دارند، آنها شرایطی از کمبودی گفتن را خیلی کم دارند و آنهایی که از کمبودی ها گپ میزنند بالایشان فشار است، خیلی فشار زیاد است و نمیتوانند به درستی از کمبودی ها بگویند و به کمبودی ها اشاره کنند تا اینکه این کمبودی ها برطرف شود و جامعه ما پیش رود. تماشابینان عزیز، برای چی ما از کمبودی میگوییم؟ تا وارد شدن به موضوع امروز من بعضی چیزها را به شما شرح دهم
برای چی پیام تیوی یا که مجری برنامه دیدگاه شوکت محمد از کمبودی ها گپ میزند و یا که گفتی بعضی از دوستانمان شوکت محمد کور است مگر که آبادی های در تاجیکستان را نمیبینه. تماشابینان عزیز، هر آبادی که در کشور می شود، در خانه می شود، حتی در یک محل می شود، اون آبادی نتیجه دیدن کمبودی در همون جا است، در همون موضوع است. یعنی رفته می بینی یک منزل را، یک زمین را رفته می بینی که بیکار خوابیده است، شوره‌زار است و میگویی که فکر میکنی که در اینجا اگر یک بنا باشد، یک چایخانه باشد، یک بیمارخانه باشد، اگر به مردم خدمت میکند هم آبادکاری میشود و تو او را آباد میکنی، بنگاه طبی میپوشی، مکتب میپوشی به اون زمین شوره‌زار و میشود آبادی. اگر تو او را نبینی، همین شوره‌زاری که ایستد چراگاهی گاو و گوسفند باشد، سالها بی ایستد، همین خیلی اهمیت ندهی، چی میشود؟ و یک نفر نگوید که بجای آن که همینجا چراگاهی گاو و گوسفند باشد یا شوره‌زاری همین یک زمین خشکیده باشد، بجای این یک مکتب پوشیم، چی میشود؟ بجای این یک بنگاه طبی ساختمان کنیم، چی میشود؟ گفته یک کمبودی را گپ زند و بنگاه طبی و یا مکتب در آنجا ساخته شود، این میشود آبادی. و یعنی این نتیجه آن است که در آنجا همین نرسیدنی بینای مکتب، کمبودی بنگاه طبی یا یکم میدانچه بازی بچگان، همین کمبودی در اونجا احساس شد، دیده شد و گفته شد و برطرف شد. در تاجیکستان هر یک اگر حتی یک آبیاری کرده شده باشد هم در یک جایه، این نتیجه آن است که از کمبودی آن دیده شده است و کمبودی برای کمبودی آن کوشش شده است. اگر از او کمبودی گفته نمیشد، اگر او کمبودی آشکار نمیشد، اگر او کمبودی افشا نمیشد، همین خیلی شوره‌زار میموند همون زمین، یا که همون بنا تعمیر طلب سالهای سال باقی میموند. اما وقتی که از او کمبودی گفته شد، از تعمیر طلبی او بنا گفته شد، حتما یک نفر نه یک نفر برای آبادی او اندیشه میکند. حکومت که پروای این را ندارد، صاحب کار اندیشه میکند، یک نفر خیرخواه اندیشه میکند. حالا ببینید در تاجیکستان ماده شده است یا اینکه همین خیلی معمول شده است که یک نفر مرده نفقه‌اش را جمع میکند تا پیران سالگیش، تا یک پایش لبی گور شدن که به همین مبلغ جمع میکنم، به پول نفقه خودم به دستی هیچ کس نگاه نکرده حج میروم و مقامات میگوید که فلان دهه گذری فلان دهه از بالای فلان دریاچه کپروک ندارد یا پول ندارد، باید او پول را آباد کرد. برای همین ما مبلغ گفته ایستادیم، شما اگر همون پول را بسازید، مردم هزاران سال از بالای آن پول میگذارند و این ثواب کاری میشود، همون ثواب حج را میگیرید. بیچاره کمپیر یا بیچاره موسفیدی که تعلیمات اسلامی ندارد، نمیفهمد که آیا هزاران پول انداختن جای یک بار حج رفتن را نمیگیرد، چون که حج فرض است. او عملی ثواب عملی مستحب است، خواهد اجرا میکند، نخواهد اجرا نمیکند. این رو نمیفهمد، میرود همین پول جمع کردگیش رو چکار میکند؟ برای پولی گذر صرف میکند. درست است که کار ثواب است، اما کار اون نفری نیست که مرده نفقه‌اش را برای حج رفتن جمع کرده است. اون است که برای حج رفتن هم پولش میرسد، از حج رفتن هم پولش زیاد میکند تا اینکه پول را آباد کند، گذری مردم را آباد کند. در همین حال تماشابینان عزیز، دیده می شود که درست گذر یک دهه از این دهه به اون دهه، یا از این طرف دریاچه به اون طرف دریاچه، یا این طرف دریا به اون طرف دریا، یک
پول نمیرسیده است. کوپروک میگیم چی میگیم؟ کوپروک با ازبکی است. پول نمیرسیده است. یک گذاری بالای دریا نمیرسیده است و خود حکومت میداند از اودش خودش نمیبراید و این بودجه جدا کرده نمیتوانند، چون که بودجه با آبادی، بودجه که برای آبادانی محل جدا میشود همش غیر مقصدناک استفاده میشوند، به کیسه منصبداران میروند. باز این منصبدارانی که به کیسهشان زده هستند با همون ماشین های جیپشان، با همون ماشین های لند کروزرشان پیش یک بیچاره قمبغل موسفید یا کمپری پیرانسال میروند، از او خواهش میکنند که همین مبلغ جمع کرده رو اسم بیته، ما چیکار کنیم؟ ما کوپروک را آباد کنیم، پول را آباد کنیم، یا مکتب را آباد کنیم، یا ده را آباد کنیم، یا بنگاهی طبی سازیم. چرا امروز خودشون میدونن که در اونجا کوپروک ساختن در کار، پول ساختن در کار است، تا افشا نکنن که کدام کمپری یا موسفید حج رفتنی است و در کیسهش در صندوقش پول است، او پول آباد نمی شود، جان مردم در خطر، بالای دریا خرک می سازند، چوب می پرتویند، طلبه ها، خواننده های مکتب از این سوی دریا اون سوی دریا با خطر می گذارند، چند نفرش رو دریا گرفته می برد. در همین حال پروایش رو ندارند، پول را می دزدند، پول بودجه که برای آبادانی محل جدا شده است، لند کروزر میخرند، خونهشان را آباد میکنند، به ینگم الله حلقه طلا گرفته میتیند، انگشترین طلا گرفته میتیند، اما مردم تا اونه که اینها با خبر میشوند که در کیسه کدام بیوه بیچاره کمتر پول پیدا شده است، باید رفته او را خانه سالات کرد، کیسه او را خراب کرد، اینها میگردن همین خیر. انا برای همین تماشابینان عزیز، ما برای همین از کمبودی گپ میزنیم که کمبودی ها گفته شود، وجدان ها عذاب داده شود و تا حد وقتی که کمبودی افشا شد تا حد برای رفع این کمبودی نفری پیدا شود و او را برطرف کند. انا رسانه برای همین خدمت میکند، رسانه برای همین خدمت میکند. امیدوارم یکایی که شما مرا درک کردید، امیدوارم یکایی که شما مرا فهمیدید و آنهایی که حالا در رفت برنامه شما چی میخواهید، شما چه مقصد دارید میگویند، خواهش میکنم همونها را راهنمایی کنید، از اول برنامه فکرهای ما را گوش کنند، تماشا کنند تا وقت شما تماشابینان عزیز را نگیرند. مقصد ما همین است، یعنی افشای کمبودی ها در جامعه با مقصد اینکه همون کمبودی ها افشا شود و در جامعه همون کمبودی ها برطرف شود. کمبودی برطرف شد گفتن گپ همین که یک قدم ما به پیش نهادیم. تماشابینان عزیز، موضوع امروزه ما درباره معارف است. وضعیت معارف خیلی نگران کننده، وضعیت معارف بی‌نهایت نگران کننده است. یعنی چی؟ باور میکنید در تاجیکستان کسایی که هوس خواندن در دانشگاه دارند خیلی کم شده‌اند. تعداد نفرانی که خواهش و اراده به دانشگاه رفته تحصیلات عالی گرفتن دارند به مراتب کم شده است و کم شده است و حتی نگرانی خاص ما در آن است که امروز حالا پیشتر آزمون بود، یعنی شما برای به دانشگاه داخل شدن می روید، امتحان می سپارید، در اونجا مثلا 25 نفر را برای کورس یکم قبول میکرده باشند، 500 600 نفر امتحان می سپارند. در دوره ما دانشجویی داوطلب بودن همین خیل بود، برای جای 25 نفر 500 نفر 600 نفر تلاش میکردن. حالا باشد در بدر کارمندان ساحه معارف دانشجو گفته گشتند، در بدر مردم کارمندان ساحه معارف دانشجو گفته گشتند. این چگونه؟ بیایید با هم در این باره صحبت بکنیم. حالا دانشجو خواهشی به دانشگاه نرفتنش، یعنی
ختم کننده مکتب وقتی که خواهشی به دانشگاه رفتن ندارد، نه فقط خواهشی به دانشگاه رفتن، حتی چقدر از طلبه های مکتب که در صنف های 10-11 میخونند پیش از تمام شوی مکتب تاجیکستان را ترک گفتند. در یک صنف 25 30 نفر طلبه میخوانمی یا 20 نفر 25 نفر میخوانمی، 10-12 نفرش الکی پیش از تمام شوی مکتب نه اتستاد لازم گفتم پایده ایستاده است، نه مکتب رو باید ختم کنم گفته پایده ایستاده است، نه زنگ آخرین رو پایده است، برآمده است برفته است. چقدر از تمام کنندگان مکتب حالا در همین حالت هستند که پرت افتند رفتند مکتب رو. به کجا؟ اکثریتشون به روسیه. این چی گفتنی گپ است؟ آخرین میخ به تابوت معارف. حالا معارف تابوتش ساخته ایستادن، آخرین میخوایش رو زده ایستادن. چگونه؟ چند روز پیش مرکزی ملی تستی، حالا همین مرکز مناپوله کردگی است قبول دانشجویان رو، درباره برگزاری مرحله ایلوگی به قیدگیری داوطلبان خبر داد. یعنی مهلت قبول داوطلبان تمام شدگی است، از 1 مارس تا 30 اپریل بود. انکنون کسانی که خود را نامنویس کرده نتوانستند میتوانند با دوباره تا 30 ایون، از همین 10 ایون تا 30 ایون میتوانند با دوباره خودشان را نامنویس کنند. این چی معنی دارد؟ این مضمون آن را دارد که از 1 مارس تا 30 اپریل اینها داوطلبی لازمی را جلب کرده نتوانستند، یعنی پلان پر نشد. حالا همین اعلان مرکز ملی تستی در نظر یک چیزی عادی و ساده میتابد و شاید فکر کنیم که این نامنویس کردن را مرکز ملی تستی تمدید کرده است، مهلتش را باز یک بار دیگه شانس داده است به داوطلبان که باز خود را نامنویس کنند. شاید این شانس دادن دانسته شود یک غمخوری وزارت معارف به داوطلبان دانشگاه ها دانسته شود. اما چرا قبول حجت ها تمدید شدن و چرا حتی تشویق می شود؟ اگیتاسیون رفته شده است، پروپاگاندا رفته شده است که باید کسانی که حجتشون رو نسپاریدن سپارن. با پدر و مادران صحبت رفته شده است. همین بچه‌تون رفته خانه تحصیل گیرد نمی گفته. پیشتر این خیلی نبود. پیشتر به جایی که 20 نفر داخل میشوند 200 نفر 400 500 نفر امتحان میسپاریدند، داوطلب بودند، همگی 20 نفر قبول میشد، موندگی ها سری خام برمیگشتند. حالا طبق ابتدایی که به دست ما اومده رسیدگی است، همین تمدید کردن مهلت قبول یعنی به قیدگیری داوطلبان از 10 تا 30 ایون، این غمخوری نه، بلکه کمبودی بسیار شدیدی داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی میباشد. همین کسانی که به ما معلومات رو رسانیدن گفتند که شمار داوطلبان امسال حدود 30% کمتر از سال گذشته بوده است. 30%، یعنی به جای 3 نفر 2 نفر رفتگی. این هم در حالی است که سال گذشته نیست، افزایش بسیار هم زیادی داوطلبان، شمار داوطلبان نسبت سال 2020 به قید گرفته شده بود. یعنی 2 سال است همین خیلی پایان رفته ایستاده است. شماری کسانی که خواهش ادامه تحصیل در مکاتب عالی دارند.
حالا طبق معلوماتی که ما به دست گرفتگی هستیم تماشابینان عزیز، بعض فاکولته های دانشگاه ها و دانشکده ها شمار داوطلبانشان حتی نیم شمار دانشجویانی را که قبولشان به نقشه گرفته شده است تشکیل نمیدهد. حتی نیم شد، 50% شدگی نیست. شمار داوطلبان به بیشتری فاکولته ها به جز چند فاکولته سرخریدار همه میدونند حقوق شناسی میخواند میرد پرکرور میشد، نه کسی مردم خراب کرده میگردد. وزارت کارهای داخلی کار میدارد هیچ نه، یا که ساحه انداز مثل همین. بجز اینها همه جا کمبودی چی داوطلب به دانشگاه ها دیده می شود. یعنی دانشگاه وجود دارد، خواننده وجود ندارد. کسی که خواهش خواندن دارد در اونجا وجود ندارد. سبب اساسی چی باشد؟ سبب اساسی نرفتن دانشجوها به دانشگاه ها و خواهش خواندن نداشتن آنها در چی باشد؟ کی میگوید؟ من حتما فکری یکی شما را میپرسم در برنامه، حتما. اما تماشابینان عزیز، حالا بیایید یک به یک در این باره صحبت کنیم، در این باره گپ زنیم که سبب چی است که به دانشگاه برای تحصیل جوانان خواهشی رفتن ندارن. جوانان که خواهشی رفتن به تحصیل را به دانشگاه ها نداشتن، عاقبت چی می شود؟ یگان معما وجود دارد. همه بی یگان شک و تردید، بی یگان شک و شبهه همه ما میدونیم که وقتی که دانشجو به دانشگاه خواهش رفتن ندارد، حتی اعلاخوان، حتی آنهایی که به چی یک امید و آرزوی هوس 11 سال مکتب میانه را خوانده تمام کرده‌اند یا ختم نکرده‌اند، این آرزویشان را الکی گورش را کافته گور کرده‌اند. تمام. سبب در چی باشد؟ تماشابینان عزیز، از یکایی که شما خواهش میکنم لایک های خود را گذارید، پدیدیت کنید و کسانی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید خواهش میکنم آبونه شوید. کسانی که خواهشی در برنامه گپ زدن دارید مرحمت وارد برنامه شوید، حتما صحبت میکنیم، حتما حرفای شما رو هم میشنویم. میتونید توسط واتساپ زنگ زنید، میتونید به استودیو وارد شوید. حالا بیایید من صحبتم رو ادامه بدم. یکی از سبب‌های اساسی نرفتن دانشجوها به دانشگاه‌ها، یعنی داوطلبان دانشجوشوی، سبب نرفتنشان به دانشگاه‌ها این است که همین 1 سال 2 سال اخیر بعد از آنکه قانون برآمد، همین سال، خصوصا همین سال در دعوت ترماهی و دعوت همین بهاری رفتن از دانشگاه ها، از دانشکده ها جوانان را دزدیده، ربوده به خدمت حربی بردن. دانشجویانی که در دست آنها آینده کشور است. بدون دانشجو، بدون تعلیم گیرنده، بدون تحصیل گیرنده، بدون شخص تحصیل دیده آینده کشور را تصور کردن نمی شود. لیکن به این حکومت امروزه ما تحصیل دانشجو لازم نیست. تحصیل دانشجو لازم نیست. حالا من وقتی که به این برنامه آمادگی می دیدم با یک نفر صحبت کردم، بعضی از مسئولیت‌هایش را خواستم که بپرسم، میگوید که در دانشگاه کسانی که پولم نیست گفته مینالند، مرا از سپاریدن
شرطنامه سالانه آزاد کنید گفته عریضه می نویسن. این خیلی شخصا لازم نیست. پدرم آدمی قنبغل، من پدر ندارم گفته مینالند، من مادر ندارم گفته مینالند، یا که برای ادامه تحصیل شرایط ندارم کمک کنید، یگان دونور یا سپانسور یا بید گفته مینالند. انا این خیلی شخص ها چی در کار از سر مدیریتی مؤسسه تحصیلاتی عالی را گران کردنشان؟ روان خدمت کنن میگوید. یعنی دانشگاه جای بچه قنبغل نیست. جای بچه قنبغل رفته خدمت کردن، خدمت حربی است. اونجا رفته خدمت کند. یعنی یگان بچه پولدار، یگان بچه وزیر، یگان بچه کارمند حکومت را دیدید که رئیس ناحیه یا که رئیس ولایت را، وزیران را، رئیس کمیته ها را دیدید که خدمت حربی رفته باشد؟ نه، اونجا جای آنها نیست. جای آنها آمده در همین پشت پرده دانشگاه ها نشسته، نارکوتیک زده، شبانه دیسک کلوب ها صدایش را به فلک برآورده گشتن است. بعد دانشگاه جایی نیست که فقط همین دو وای قنبغل ها شنیده شود و اونجا اینش لباس هم نیست گوید، ویش پولم نیست گوید، اینش دگوار سپاریده نمیتونم گوید. خیر، همین بچه های پولدار ها بیاین خونن، اینها بروند خدمت کنن. آشکارا گفته ایستاده است که خیر ما بعضی چیزها رو اندازه کرده میگوییم، با یک طلبات های قانون موافق کرده، اون طرفش شده گپ همین است گفته ایستاده است. اما درست خیر بگذار بچه قنبغل رفته خدمت کند، بچه پولدار بخواند. اما بچه پولدار چند نفر، چند درصدی تاجیکستان رو شخصان ثروتمند تشکیل میکنند؟ چند درصدش رو قنبغلان تشکیل میکنند؟ به این چی میگویید؟ اکثریت اهالی تاجیکستان در تاجیکستان درآمد ندارند، در تاجیکستان شکمشون سیر نمیشود. حالا اونهایی که میگویند فقط کلکدوها بر روسیه میروند کار میکنند، بر روسیه کلش بدگی رفته مردکاری نمیکند، اگر کسبش باشد در همین کشور نونش رو مییابد و فلان به حسمدان. مرد شوید یک بار بگوید که خیش تبار کدومتان در روسیه نیست. خیش تبار همه خیش تبار شما کلکدو است، کلورم است، بیسواد است، کورسواد است. این فقط شما دانا در یک اولاد موندگی هستید که در تاجیکستان روزتون رو یابید. این هم میلش. حالا با وجود اون که این رو ببینید، به این احمدی تماشابینان عزیز، با وجود اون که در تاجیکستان دانشجوها رو زدن گرفتن، از دانشگاه ها، از دانشکده ها، از کالج ها زدن گرفتن، به اتوبوس به مارشروتکه سوار کردن بردن به خدمت حربی، نقشه یعنی دعوت به خدمت حربی پر نشد، نتوانسته ایستادن نقشه خدمت حربی رو پر کردن. حالا کی معلومات دارد که در تاجیکستان در یک دعوت چقدر دعوت به خدمت حربی چقدر دعوت شونده لازم است؟ کی میداند؟ تقریبا از 12 تا 16 هزار، از 12 تقریبا تا 16 هزار دعوت شونده چقدر است در تاجیکستان؟ شخصانی
قابل خدمت حربی شناخته شدند در تاجیکستان 600,000 نفر هستند. 600,000 نفر. از 600,000 نفر این حکومت توانی 10-12,000 نفر عسکر را به خدمت حربی، یعنی جوانانی از 18 ساله تا 27 ساله را به خدمت حربی توانی جلب کردن ندارد. 600,000 نفر میرود چیکار میکند؟ بچه دزدی میکند، دانشجوی رو میدزدد، مردم رو از درون خانهش، جوانان رو از درون خانه، از درون جاگهش، از پیش زنش، از پیش عروسش دزدیده گرفته میبرند. از 600,000 10-12,000 داوطلبی با خواهش خود رفتن خدمت حربی یافت نمی شود. اینها ابله میکنند در کوچه، در خیابان، در مکتب، در دانشگاه، در کالج، در خانه مردم. همه کسا از پسر می شود از وزارت کارهای داخلی هست، کارمندان کمیسریت حربی هستند، حکومتی های محلی هستند، رئیس جماعت هست، حتی رئیس محله هم هست. همین ها چیکار میکنن؟ برای بچه دزدی اینها گروه متشکل جنایی تشکیل شده هستند. گروه متشکل جنایی بچه دزدها بچه میدزدند و ناتوانی حکومت را ان همین بچه دزدها جبران میکنند. یگان خیل موتیواسیون نیست، یگان خیل انگیزه دعوت به خدمت حربی وجود ندارد. تاجیکستان سال هاست یگان فیلمی که انگیزه جوانان را برای دفاع وطن بیدار کند، انگیزه جوانان را برای محافظت وطن از بیگانگان انگیزهشان را بیدار کند، 30 سال شده است این خیل فیلم را نآفریده است تاجیکستان. در مکتب ها این گونه گپ نیست. حتی بچه معلم از خدمت میگریزد، بچه معلم مکتب از خدمت میگریزد. خودی معلم مکتب در مکتب درس میتید درباره حفظ وطن، محافظت وطن، دوستداری وطن درس میتید، بچه خودش را از خدمت میگریزاند. معلم مکتب یگان کس پروای دفاع وطن، دفاع کشور، مرز بومی کشور این را ندارد. یعنی حتی از مکتب میانه سر کرده تا دانشگاه این گونه انگیزه وجود ندارد. وزارت فرهنگ در این باره کار نمی کند. هیچ کار نکرده است. هیچ کار. ابسولوت نه گفته روزها یگان کار نکرده است. هیچ کار. حتی دوست داشتن وطن هم امروزها با راه مجبوری شده است. یعنی تو مجبوری وطنت رو دوست داری، تو مجبوری خدمت حربی روی، یعنی 18 ساله میشوی، بعد میفهمی که تو مجبور هستی، وظیفه دار هستی، عهده‌دار هستی خدمت حربی کنی. تو 18 سالگیت فقط در کله چی است؟ از خدمت گریختن. چون که همه حق همسایه تو از خدمت گریختگی است. معلمی که در مکتب تو رو درس میداد بچهش از خدمت گریختگی است. انکنون حکومت دارایی که کار میکنن تو میبینی که بچه یگانتش خدمت نمیرود. یعنی دفاع وطن یک چیزی مقدس نیست. و این همین زده کوفته نبرند هیچ کس آماده رفتن هم نیست. زده کوفته قبیده نه. مضمون و منطقی از کوچه بازداشت کرده قبیده بردن چی است؟ مضمون اون است که آنهایی که با خواهش خودشون، با اراده خودشون به خدمت حربی میروند خیلی تعدادشون کم است. انا برای همین یعنی یکی از سبب‌های اساسی نرسیدن دانشجو در دانشگاه ها
این چی بوده است؟ ابله پیشتر از ابله گرفته دانشجوها، یعنی مردم به دانشگاه میرفت، یعنی قانون بود که کسانی که تحصیل میکنند در حالت تحصیل از خدمت حربی آزاد هستند. این قانون برهم داده شد. انکون میروند چیکار میکنن؟ قبیله گرفته برفتن میگیرن. حالا ببینید همین وزارت دفاع دانشجوها را از دانشگاه ها، دانشکده ها، کالج ها رفته قپیده بازداشت کرده، رنگ یک جنایتکار به مشروطه سوار کرده، دست و پایش را بسته کشالت کنان میبرند، درون ماشین میاندازند، گرفته میروند، ماشین های به نام ماشین ها را اول نامیرش رو میکشند، بعد بچه دزدی میروند. آیا در همین کار وزارت دفاع خودسرانه جوانان را به ارتش جلب میکند؟ ببینید بیشتر اعتراض ها و عرض و شکایت هایی که رسانه‌ای میشوند و یا در شبکه های اجتماعی نشر میشوند، شکایت از کمیسریت های حربی و وزارت دفاع می باشد. گویا این تصمیم ابتکار و این سرباز شکارهای غیر قانونی تنها به همین وزارت بستگی دارد و دیگر هیچ کس این مسئله اتویچت نمی کند. یعنی جوابگوی این مسئله نیست. در همین حالت شهروندان گروه برای رئیس جمهور، پسرش رئیس مجلس ملی رستم، دخترش رئیس دستگاهی رئیس جمهور آزاده نامه می نویسند که پیش روی قانون شکنی و ببندباری های وزارت دفاع گرفته شود، این بچه دزدی را بس کند، ابله را بس کند. حالا انا همین دو دعوت آخر، دعوت تیرماهی 2021 و دعوت بخاری 2022، همین گونه شکایت ها خیلی زیاد شدن. در شبکه های اجتماعی دیدیم که 10 نفر برای جمهور به پسرش رستم امامعلی، به دخترش آزاده رحمان نامه نوشتند، مادران نوشتند. حالا بیایید نگاه کنید، وزارت دفاع در آدمربایی و جلب دانشجویان به ارتش یک خودش تنها است یا این یک سیاستی است که تا بالاها میرسد، تا انا همون نفر اول رفته میرسد؟ رستمیش هم با خبر است، آزادش هم با خبر است، امامعلیش هم با خبر است، همش با خبر است. با خبر کجا؟ این سیاست پیش گرفته خردمندانه است. بچه دزدی بنا به سیاست پیش گرفته خردمندانه جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، از 600,000 نفر 10-12,000 نفر آدم یافت نمی شود که جوانان یافت نمی شوند که با اراده خود، با خواهش خود به خدمت حربی روند، انا طبق سیاست خردمندانه بچه دزدی میکنند. حتی لازم شود از داخل کالج، دانشگاه و دانشکده ها. انا سیاست خردمندانه. حالا انا کن شما فکر میکنید، من قید کرده گذاشتم، در همین مسئله یک وزارت دفاع خودش تنها خودش تنها نه، وزارت کارهای داخلی همراهش است، هرچند این کار به او دخل ندارد. اما چه خیل ده ها دلیل ها وجود دارد که وزارت کارهای داخلی در سرباز شکاری یا اینکه بچه دزدی
با وزارت کارهای با وزارت دفاع همکاری میکنند، همدستی میکنند. اگر نگوییم در همش، در اکثر همین ابلغ ها کارمندان وزارت داخلی نه تنها کارمندان کمیسریت حربی رو همراه میکنند، بلکه در ربودن جوانان از جمله دانشجویان دستگیر کنی، لطکو به ماشین تیقانیده گرفته برفتن ها، همین کارمندان وزارت کارهای داخلی، همین میلیسه ها دست دارند. اما اینجا یک مسئله هست که باید روشنی اندازیم. وقتی که از جانب میلیسه ها یعنی سرباز شونده ها دزدیده میشوند، دانشجویان دزدیده میشوند، جوانان از 18 ساله تا 27 ساله که در کوچه و خیابان ها گشت و گذار دارند به دست اینها، به دست میلیسه ها میافتند. در اکثر حالات اینها به خدمت حربی گسیل کرده نمیشوند. چرا؟ میگویند که بیار سکیم برد، بیارو یعنی همین مبلغی لازمی رو نامبر میکنند، مبلغی لازمی رو میبره، تمام، کمیسریت حربی نمیره. دل خو نواری ابلغ رو تماشا کنید، در رسانه و شبکه‌های اجتماعی ببینید و یا به عرض شکایت های مردم درباره سربازشکار اهمیتی تو همین حال حاضر یگان نوار یا شکایت پیدا نشده است که در آن شرکت کارمندان وزارت داخله دیده یا ذکر نشده باشد. یعنی برای اثبات شرکت میلیسه ها در سربازشکاری همه نوارهای ثبت شده و شکایت های نشر شده در شبکه‌های اجتماعی گواه هستند. یعنی اینها همدستی دارند. همدستی بعد وزارت داخلی کی دارد؟ حکومت‌های محلی از وزارت داخله سهمشون کم نیست در بچه دزدی، سربازشکاری. اینها در محله ها، دیه ها، حکومت های محلی چیکار میکنن؟ نقش جاسوس را بازی میکنن. بوز همه قشلوخونده یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا بوز هست. در این کوچه فلانی بوز، در وی کوچه فلانی بوز. یک نفر یک گپ زدنی باشد حتما او بوز را به اینوبت میگیرد که صدایش تا به او میرسد یا نه. اینها در سطح دیه ها، محل ها نقش بوز را بازی میکنند. در سطح ناحیه دستگیری معنوی و انفرماسیونی و کمونیکاسیونی میبینند. رئیسان دیه و محل ها محض همین با فرمان رئیس ناحیه در خدمت کمیسریت حربی قرار میگیرند. همدستی رو دیده شدید، از بالا همین خیلی شدگی است، فرمان اومدگی است. باید همین کمبغل غلیوه قیای کورای کارای شالای فرق ندارد. پوچکش کسل است، دلش کسل است، جگرش کسل است، گردش کسل است، چشمش نمیبیند، خیره است، فرق ندارد. پول جمع کرده فرستونید 10,000 12,000 خدمت میکند، 600,000 پوره میتید در هر یک دعوت موسمی. در دعوت بهاری یک مرتبه، در دعوت تیر ماهی یک مرتبه. 590,000 آدم
باید پاره بدهد. خیر فرض کردیم 290,000 گریخت، پنهان شد، به روسیه رفت، نه آمد، نیافتند. از 300,000 دیگرش اینها پول جمع میکنن، پول میگیرن، به بالای بالا به پیشوای خردمند میفرستونند. او پیشوای خردمند فکر نمیکند که این پولی که مردم دادگی هست به خاطر خلاص شدن از خدمت حربی با خون جگر به دست آمدگی است، فرق نداره. اشکم مولده خم میرد دیگر، خروتاب به آلو چکتی زده. همین خیلی بیچاره همین کمیته محله ها با چند دامکم ها همین خیلی ها روز نداشتند. همه مشکلات حکومت در گردن همین ها. حالا اگر گفته شود که چرا بچه بای ها، بچه پولدار ها، بچه منصبدار ها خدمت حربی نمی رود، با همین چهارمغز هم در بالای سری همین حکومت های خودی دارکنی محلی میشکنند. برای چی؟ تو فرستون بچه تکی حتما دیگرها گوش کنند و رود. باز بچه دمکم خدمت حربی می رود یا بچه کمیته محله. از این سطح بالا نمی براید. برای عبرت شدن. بیچاره هم بوزی میکند، هم خبرکشی میکند، هم همه مشکلات حکومت رو حل میکند. پول جمع کرده گوید پول جمع کرده میتید. نوروز میشود دمکم کمیته محله هایده پول جمع کنید. همه چیز یگانجا ویران میشود. اینها باید پول جمع کنند، اونجا را آباد کنند. خدمت روی در کار میشود. عبرت لازم میشود که همین بچه چی به خدمت، برای چی خدمت نرفت نگویند. بچه کمیته تو محله و دمکم خدمت میرد مکسیموم. حالا اینها هم آدم بازی میکنن، خود بوزی کردگیشون چه میگیرن. لیکن بچه دمکم خدمت حربی میرد مکسیموم. دمکم چی منصب بوده است؟ انکنون وزارت دفاع گفتیم، پلیس گفتیم، حکومت های محلی گفتیم، یکتش نگفت موند. یک دیگر وزارت معارف. وزارت معارف پیش از همین قانون های نو برآمد هم در دزدیدن بچه ها، در شکار سرباز ها شرکت میکرد. اما این شرکتش با دادن معلومات تمام میشد. انا همین ها کورسی 5 رو تمام میکنند، یا اینکه انا همین از به کمیسریت حربی و حکومت محلی خبر فرستاده میشد که همین از دانشگاه اخراج کرده شده است و با خبر میشدن که او از دانشگاه اخراج کرده شده است، او را به خدمت حربی میگرفتند. حالا شرکت وزارت معارف خیلی توسعه یافتگی است، خیلی کلان شده است. پلنموچیش گویا در فرستادن همین دعوت شوندگان به خدمت حربی، حالا وظیفه اساسی، یک وظیفه بزرگ به دوش وزارت معارف افتادگی است. به دوش کی؟ به دوش وزارت معارف. یعنی نسبت به همه دیگر مقامات های دیگر وزارت معارف بیشتر وظیفه دارتر شده است. ببینید وزارت دانشجویان بازداشت شده را با فرمان اخراج میکند. برای آنهایی که وزارت معارف تصمیم جلبشان را گرفته است
امتحان‌های پیش از مهلت تشکیل می‌کند. رویخط دانشجویان و معلومات درباره آنها را در اختیار وزارت دفاع می‌گذارد. همین خیلی چیهاش زیاد است. یعنی چی میگن؟ همون بزها را در سطح محل گفتیم که بزهای کوچه، بزهای محل، در این کوچه فلانی بز است، در وی کوچه فلانی بز است. وزارت معارف سطحش را تا به همین سطحی معلومات دهنده فرو آورده است. یعنی وزارت معارف وظیفه‌اش تعلیم و تدریس نیست، وظیفه‌اش بلند برداشتن سطح و سویه دانش مردم نیست، بلکه کمک به سربازشکاری، کمک به ابله‌وچی‌ها، کمک به بچه دزدها است. انا همین کمکی یا اینکه شرکت وزارت معارف در سربازشکاری تنها در ان همین سال خیلی که گفته گذاشتم داوطلبان مکتب‌های عالی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی را تقریبا 30% کم کرده است. 30%. یعنی از 100 نفر 30 نفر تنها به خاطر اون که از 100 نفر 33 نفر تنها به خاطر اون که گارانتی نیست که از دانشگاه یا دانشکده میقپند میگیرند میبرند به خدمت حربی، تمام امید و آرزویش که باید تحصیل کند خاک خنک میشود، از بحر دانشجو شدن برآمد. حالا همین خیلی رفتن گیرد. سال آینده شمار داوطلب چخیل کرده فهمونم. مثلا گریم وزارت معارف به نقشه میگیرد که در همین سال 2000 یا که 20,000 دانشجو قبول میکند. فرض کردیم به فرض مثال وزارت معارف به نقشه میگیرد که 20,000 دانشجو قبول میکند، اما حالا به جای این که 20,000 به جای 20,000 100,000 150,000 نفر تلاش کنند، 20,000 هم نمی رود، 10,000 هم نمی رود. یعنی در یک پارتی دو کسی یک نفر می نشیند، یک پارتی دیگر خالی می ماند. و 5,000 نفر هم نمی رود با این حساب. همین خیلی حالت رفتن گیرد. چه خیلی میشد بعد؟ همین کی رد میکند که در وقتی که قانون بود در حالت دانشجو بودن به خدمت حربی نمیروی، کی مرا رد میکند میگوید که همین گپت نادرست، 70% پسر بچه ها به دانشگاه و دانشکده ها تنها به خاطر گریز از خدمت حربی میرفتن. کی به همین گپ منزید است؟ کی میتواند همین حرف مرا رد کند؟ حالا اگر گفتیم که همین فکر من درست باشد که 70% دانشجویانی که در دانشگاه ها بودند تنها به خاطر گریختن از خدمت حربی به دانشگاه رفته بودند، همین ها دست کشن از رفتن به دانشگاه، چقدر میموند آدم؟ دانشجو چقدر میموند؟ 30%. از 10 نفر 3 نفر میموند، از 100 نفر 30 نفر میموند. موندگی ها چی؟ باز به تعداد مهاجران میپیوندند. حالا بعضی در شبکه‌های اجتماعی میخونیم که پیشنهادها شده ایستاده است که یک تا خدمت حربی کرده نبیاید پاسپورت داده نشود، شهادت نامه خارجی داده نشود، گذرنامه خارجی.
حالا این گونه پیشنهادها هم شده ایستاده است. یعنی اینها چنان ناعهده‌برایند، چنان به عسکر بچه زارند که از 600,000 نفر، از 600,000 نفر قابل خدمت حربی 10-12,000 نفر را به خدمت حربی جلب کرده نمیتوانند. 10-12,000 نفر. شما میفهمید چی گفتن این گپ است؟ 10-12,000 نفر جمع کرده نمیتوانند. تماشابینان عزیز، تشکری آنهایی میکنم که حالا برنامه ما را گوش کرده ایستاده‌اند، با ما هستند و از یکایی که شما خواهش میکنم که برنامه را به دیگران پدیدیت کنید. کسانی که ابونه نشده اید به شبکه یوتیوبی پیام تیوی ابونه شوید، لایک های خودتون را گذارید. از یکایی که شما خواهش میکنم، حالا اینجا 500 نفرند، همین 500 نفر فکر کنید که هر یکی شما شوکت محمد هستید و وقتی که این فکر رو میکنید به من آسان میشود و 500 نفر وقتی که به من کمک میکنن خیلی کار پیش میرود. از اون که ما یک چند مدت طولانی قریب 3 ماه با شما نبودیم، با شرایط های معلوم، شرایط این که ما جای بود با شما رو دیگر کردیم، عوض کردیم، مسافر شدیم، باز هم دوباره باز مسافر شدیم و همین وضعیت و همین خرابی ها هست که طول 7 سال است ما در راه هستیم. 7 سال می شود از سال 2015 به این جانب در راه هستیم، در راه با فرزندان، با اهل عائله در راه هستیم. حالا بعضی از فرزندانم در 5-6 مکتب تحصیل کرده هستند. از اینجا به اینجا می روی، از اونجا به اونجا می روی، از یک کشور به کشور دیگر می روی. شرایط همین است. برای همین هم تماشابینان عزیز، از یکایی که شما خواهش میکنیم که باز هم از برای باخبر شدن مخلصان پیام تیوی، برای باخبر شدن این که برنامه دیدگاه دوباره فعال شد، برنامه فردای تاجیکستان دوباره فعال شد و انشالله نصیب باشد فردا برنامه آستانه فعال، از فردا فعال می شود برنامه تربیوی آستانه که بسیار خواهران مخلصی زیاد بودند. حالا تماشابینان عزیز، کسانی که میخواهید در برنامه صحبت کنید، در برنامه گپ زنید، در این باره فکر اندیشه هایتان را ابراز کنید، می توانید توسط لینکی که در پایان نوار گذاشته شده است توسط آن وارد برنامه شوید، یا اینکه کسانی که نمی توانید وارد استودیو شوید، مرحمت به این رقم توسط واتساپ +48 73 95 64 719 زنگ زنید. حتما زنگ شما را قبول میکنم. تلفن در پیشم ایستاده است و حتما صحبت میکنیم. حالا من چند چیز تا اینکه شما وارد استودیو شوید یا که به ما پیونده، چند چیز گفتنی هست. همین وزارت معارف در تک تکش در فساد است، به بطلق فساد غوطیده رفتگی است. اگر شما خبر داشتگی باشید، همین 2-3 روز پیش در bomb.com، در رسانه خبری بومداد یک خبر نشر شد. خبر درباره یک معلمی 60 چند ساله پنجکنتی چیکار میکند؟ به استفاده غیر مقصدناک
پولی مکتب متهم می شود. حالا از همون دهه، از اطراف همون مکتب و ما خبر رسیدگی است که او بیچاره بوغالتر محاسب مکتب که به دزدی بودجه مکتب متهم است، بیچاره بیماری روانی داشته است، حتی حجت بیماری روانی داشته است. نفری که حجت بیماری روانی دارد میبرند در مکتب کارمند میکنند. نفری بیماری روانی داشته حجت دارد در مکتب چیکار میکند؟ کدام روز زد کوفت کدام مکتب بچه رو، چی میشود؟ حالا پول دزدی اون طرف است. چی میشود؟ او را حالا متهم کرده ایستادند که پول را دزدیده است، ولی مردمی همین دهه میگویند که یک بار خانه دیرکتور مکتب را رفته بینید، یک بار خانه او پول دزدیدگی را رفته بینید. همگی میگویند که دیرکتور دزدیدگی است، چون که او با از خود کردن این مبلغ یک جایش را آباد میکرد، یگان کار دیگر میکرد. اما چی؟ هیچی نشده است، هیچی پیش نرفته است. حالا همون دیرکتور مکتب هم بیچاره، من فکر نمی کنم که پول مکتب را از خود کرده باشد. از بالا و پول انیخترش آمدگی نیست، فقط اینها وظیفه دار شدگی هستند. بوغالتر مکتب وظیفه دار شدگی است که همین خیلی حجت سازد با پول ناآمده. من به این باوری کامل دارم. حالا شخص یافته یا کفته شخصی در روی خط کوکتاش بودگی را اینها چیکار کردگی هستند؟ گناهکار کردگی هستند که پول مکتب را دزدیده است. شما چه خیلی فکر میکنید؟ همین وزارت معارف نشد چی شد؟ به ساختمان بینای مکتب پول جدا می شود، پول جدا می شود، از بودجه جدا می شود، پول نمی بیاید. میگویم که همین اجازت مکتب رو ساختن رو دادیم، شکر کنید. اجازت مکتب رو ساختن رو یا مکتب رو تعمیر کردن رو دادیم، شکر کنید. کنی رئیس ناحیه یا رئیس جماعت یک بار بیزنسمن ها صاحب کاران را جمع کنی، یک جلسه گذاران، چی؟ یک ما روبرو گپ زنیم، چی؟ صاحب کاری بیچاره رو جمع میکنن، بیزنسمن های بازارشین جمع میکنن، پول جمع میکنن، مکتب میپوشن. از بودجه پولی جدا شدگی شاید از دوشنبه بری نبراید، شاید از دوشنبه بری نبراید. باز زنگ زده همون خانه سوخته های پولخور زنگ زده پرسیده میسن آخر منصبشان کلان، فقط از خودشان از کلانترها میترسند. مسئله مکتب چی شد؟ پیدوارش رو گذاشتید، خشتش رو خریدید، بامش رو پوشیدید، کریشش رو کردید. باز پرسیده میستند کدامش از پول دادن سرکشی کند، رقم تلفنش رو به من ده. به صاحب کار بیچاره از دوشنبه یا که از مرکز ولایت زنگ میزنند. شما سیاست جناب عالی پیشوای ملت را جانبداری نمیکنید؟ نه، ما همیشه جانبدار. پول ندادید به مکتب، به پوشیدن مکتب، برای ساختن آمفی‌تئاتر پول ندادید.
حتی پولم نیست گویی این مضمونی آن را دارد که تو سیاست خردمندانه جناب عالی را جانبداری نمیکنی. حتی پولم نیست گفتم مضمونی این را دارد. چه خیلی فهمیدید؟ کسی هست که همین حرفای مرا رد کند؟ تقریبا 600 نفر مرا تماشا میکنه. در بین شما باوری دارم نفرانی هستند که جانبداری سیاست خردمندانه پیشوا هستند. کنی برای یک گپای مرا رد کنید، این خیلی گپ نیست گویید. یک دو سه تا مثال بیارید. هست می خیلی داوطلب وزارت معارف در این حالت نیست. حالا در چند ناحیه ها، حالا نامش رو نمیگیرم، در چند ناحیه ها حالا کارمندان معارف برای گناهکار دانسته شدند که با مخالفین همکاری میکنن. این معلومات رو ما هم داریم. حالا معلومات جدی جمع شده ایستاده است، به نزدیکی برنامه میکنیم، در این بار حرف میزنیم. در یک مکتب طبق تحقیقی که ما گذرانیدیم 11 نفر بود به فکرم اگر خطا نکنم، برآمدن رفتن به روسیه. از مکتب برآمده رفته است، هیچ کس یعنی پیش روی آنها رو نگرفته است. برآمده رفتن از مکتب. اکنون آنها چی ندارند؟ چی میگوید؟ اتستات ندارند. اتستات که نداری یعنی حجت سپردنت به شهروندی روسیه هم ناکامل می شود. یعنی حجتت ناکامل می شود. اتستات که نداری، باز در اوج کسب که نداری، یگون کاری که نمی توانی، باز هم مشکل می شود. اکنون آیا فکر میکنید که چند درصدی اونهایی که از تاجیکستان مکتب رو ختم نکرده به روسیه رفتن، چند درصدی آنها به تحصیل در خارج جلب میشوند؟ چند درصدش؟ من فکر میکنم اکثریتشون به کار جلب میشوند، چون که در روسیه خونه پولی دادن در کار است، پولی آب، گاز، برق رو دادن در کار است، حتی برای موسور پول دادن در کار است، برای لیفت حتی پول دادن لازم است. بله، همه این پول میایستد و حتما به کار جلب می شود دستیار پدرش. پس آینده این نفرانی که شما سر به گریزش کرده ایستادید، از دانش دور کرده ایستادید، از مکتب دور کرده ایستادید، از دانشگاه دور کرده ایستادید، آینده اینها چی می شود؟ باز جمع شد و رم شد، باز همین احوال. یعنی به یک طرز در وزارت معارف، عموما در تاجیکستان، حکومت تاجیکستان به یک طرز سیاستش بیانگری آن است که در تاجیکستان خود مقامات وزارت معارف خواهشمند بلند شدن سویه دانشی
شهروندان نیستند. این خواهش را ندارند. انا برای همین با هر راه، مثلا اگر شما فکر کنید اگر خودی وزارت معارف یا حکومت جمهوری تاجیکستان خواهشمند بلند برداشتن سویه دانش شهروندان باشند، سربازشکاری را در دانشگاه میکنند و 600,000 آدم وجود داره، 600,000 قابل خدمت حربی است در تاجیکستان. طبق آمار 10,000 12,000 آدم را از بین آنها جمع کرده نمیتونی میروی پیش دانشجو، میروی دانشگاه دانشکده، یک پسر بچه را، یک جوان را در پیش همکورسا دختران، در پیش معلمان و چند نفر همکورسانش او را مضطر کرده میگیری، کشاله کنان میبری، به ماشین سوار میکنی، گرفته میبری، او را میشکنی. نفری که به هزار آرزوی امید در دانشگاه را کوفته است، حالا ببینید شما به دانشجو زار شده اید، دانشجو نمیابید که به دانشگاه برید و تحصیل کن گوید، پلت گوید. در همین حال شما ببینید که با همین ابله‌تان در دانشگاه و دانشکده ها خواهشمند تحصیل، ادامه تحصیل در مؤسسه های تحصیلات عالی را قریب که از بین برده اید. ملتی که معلومات عالی نمیگیرد، ملتی که به دانش اهمیت نمیدهد، ملتی که عموما در پیشش، در نزدش معارف قدر ندارد، چی می شود آیندهش؟ چی می شود؟ کی در این باره گپ میزند؟ چرا ما در چنین حالت هستیم؟ حالا بار اول میبینم که یک خودم تقریبا زیاده از 1 ساعت صحبت کردم. خواهشمندان صحبت هم وارد نشدن یکم کمبودی هست، یا اینکه وارد شدن مشکل شده است، رقم تلفن نادرست نوشته شده است، یا اینکه خواهش میکنم اگر کسانی که برای وارد شدن به برنامه یکم مشکلی دارید نویسید. چیزی که من گفتنی بودم در این باره، حرفایم رو گفتم. چیزی که باید گفته شود بود و میخواستم بگویم، من اینجا نظرم رو ابراز کردم. اکنون نوبت شما است. اگر در یک طول چند دقیقه دیگر دوستان زنگ نزنند و در این باره خواهشمندانی گفتن پیدا نشود، حتما برنامه رو به اتمام میرسونیم. و مهم که گفتنی ها گفته شدند و امیدوارم که این حرفای ما به گوش مقامات میرسد و امیدوارم که این نگرانی های ما به اینوبت گرفته می شود و امیدوارم که دیگر برای دانشجو مشکل ایجاد نمی شود. بسم الله، یک نفر وارد شدن، یعنی بسم الله پیوست کنیم. چی می گفته باشن؟ خدا بفرمایید. بسم الله. سلام علیکم و رحمت الله کشا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا سازی خوبی؟ الحمدلله. میگن صدا نیست، صدای من هست؟
صدا دست اکا جان. بفرمایید. خیلی چی بگم اکا جان میگم مثلا قشما مردم تاجیک که محمد اقبال هم مبارزه گفته سن مردم همین جنایت های رحمان و جنایت های حکمت رحمان و اوی خدای گفتن در بخدا همین ایندیتسور همه گفتن اکا اما با هم نعیزه و با همین شوم یمان رحمان و دفع میکن. بله. الله دیگه چون الله بیدار کنه مردم دیگه چی بگم اکا جان. ندارم میفتین خیلی سلامتی تپشتیم خیلی دیگه هم بخدا هم قضا میکشین هم خمینت میکنین با قدری مینتتون کو اکا اگه توجیک نمیره این اکا ایزا تموم نمیتونه. فکر شما چی است همین مسئله چرا محض همین دانشجو رو امسال شکار کردن محض دانشجو ها رو؟ خیلی اکا شوقه دیگه خدمت خودمون در همه ارمیا بدیم خدمت هم کردیم خیلی از این نمخ مثلا اکا خدمت کردیم بیام دو در ما میگم اخیش تاور ما میگم امسوی ما میگم که مرز نرینم خیلی خدمت هم خیلی گشنگی های خنکی های صد ظلم های دیگه جوانو دیگه شنجوشتن از بعد هم مجبورم این چیو این سوتا بگیرم بارم. بله حالا علی رو پرسیم چی میگفته باشن. علی هستید؟ من فکر میکنم یک علی گام میزنید. من فکر میکنم در تاجیکستان یک قوه یک نهاد هست که همین تابع خورجه های خارجی اش هست و اون خورجه هایش پیشرفت ملت رو نمیخواهد. علی خورج شدن پیشرفت ملت رو نمیخواهد و همین طور اینها با راهی سرباز شکاری در دانشگاه با راهی من دزدیدن آنها همین طوری ترساندن آنها هراس دادن آنها رو از تاجیکستان میگریزونن از دانشگاه و دانشکده ها میگریزونن و همین طور مردم هوسمندیش از تحصیل و از دانش گرفتن و دانش اندوختن و اینها کم می شود. ملتی که سوادش زیاد نمی شود و برای بلند برداشتن سویه دانشش کوشش نمی کند اون ملت آیسته آیسته پراکنده می شود نابود می شود برهم داده می شود. یک زمان دیدیم که الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا شوکت شما سوز تینجه. تشکر به شما بفرمایید. از واتساپ زنگ زدم. برنامه خوب کرده سبدین تماشا کردم خیلی زنده باشید. دلم رفت همه اولیچه شوربای گفتگی تو. اکا شوکت برنامه شما خیلی برنامه خوب بود. برنامه درباره خدمت بود تماشا کرده سبدم جدا. اساسا اونجا من موضوع خدمت حربی نه. موضوع من اساسا این نابود شدن ساحه معارف از بین رفتن ساحه معارف در تاجیکستان است. یعنی دیگر الکی گوری ساحه معارف را در تاجیکستان کوفتگی هستند تیار حتی تابوشش آماده است میخوای آخرین به تابوتی ساحه معارف زده شده ایستاده است. صحبت من این است در این باره فهمو در باره این خیلی گپ است در اینجا اکا شوکت اینجا یک گپ سوز است که من سال 2002 در 4 ماه خدمت کردم در دوشنبه ایرپورت. در همون وقت من مایسکی پریز بودم. همونجا در مورا چی کردن مورا پریستگ مایسکی پریز بودم مورا پریستگ قبول کردم. بعد گفتن که ما دیسان تیار میکنیم آیا هم بینی همی 500 سال داد بودیم هم خیل بودیم هم خیل مالا دوی بله بعد پریز
از بین شما ما چند نفر در کره از بین همه جدا کرده 38 نفر جدا کرد جدا کردن منم دا دویده کرده رفتم که بیو منم دستند شوم و مرا قبول نکردن چی دستگانت مایدان دا قبول نمید خیلی 38 نفر قبول کردن یک 10 روز ایسه داوندن یک تا سپورتزال بودم که دروردن که یک روز یک ماشین همه پر کردن در کمت پریامبای کلوب خونه برهان بای اوتای پریزیدنت پالکونیک اسماعیل عبدالعزیز برهانویچ اوتاش گندم دراوی 100 هکتار گندم دراویدن اومدن دسانتو 100 هکتار گندم دراویدن با دوست قد دراویدن ای همونجا 16 نفرش اومد همون وقتی من وقتی نورا تماشا میکردم چی بود اوش سایکو دموی خروب انامی سالدات هم 16 نفر اومد ای کلوب بود ای بدخشان بود بسیارتر ای خوجان بله بدانم بود اومدن دره میگرده بچه میگرده دو پشت دیگرش میرسه ای همون خرابی را 100 هکتار گندم درایدن اومدن 16 نفر یک سوال دیگه است که شوکت یک سوال دیگه همین فرزند مردم برای چی برای خدمت کنه سببش چیه قانون چنین حالت رو پیش بینی کرده است که وظیفه هر یک شهروند تاجیکستان است که باید خدمت حربی کنه انا که شوکت میگه که من کوارتیراندم دام تاجیکستان من خونه دارم دا اوجا همه خونه دارم نه ما در تاجیکستان یگون سون کار کردن نمیتونم یگون سون کار چه میوم نمیوم ای همه جا نالوگ میشم روسیه پولش میتونم آبوشم روسیه پولش میتونم فرمای بچه های ما روسیه خوروکش همه روسیه همه چیز پروست همجا رفتگی یک خونه را گرفتگی این همه یک پریشایش میگم یک کدامی که ای دیگه طرف یوروپا دام روسیه می اومد یا وقت ما دیدم یک خونه 13,000 روبل یک سوتکش دمیتون مو چیست نه همین عینن همین چیز مو نه به تاجیکستان فقط برای پول رست خود کنی میرید یعنی پول میروید دامگیری داچا دامگیری همین این اکن نگاه کنید که شوکت یک جوان امروز زن میگیرد دپوسیم زن میگیرد این 10 ماه 11 ماه یک سال صاحب یک فرزند میشه همون فرزند ان همون سالدات همون سالدات که تولد میشه ما ایرادم ما او رو ای 400 تا 800 سومون ای دست دختروی ان همین ملت ما میخریم ان همون سالدات ای سرشویش بگم که ان همون گودک ما میخریم یک کیلو 1 کیلو گوشت ما از دست همون میخریم ما او را 7 سال نگهبانی میکنیم ما او را یک فرماچه را میپوشونیم میگیم که تو نولوای سینف میره در نولوای سینف روی میکنیم یک فرزند هر یک آدم 25 سومون میتیا هر ماه بله ایسی میگو که یک فرزند من همون سالدت 10 بابا 250 سوم 250 سوم در 20 کس بزنین چند سوم بشه یک سینف در فکر میکنیم که 20 طلبه یک سینف این قدر سوم یک سینف یک مکتب در 3 سینف نولوای بود یک مکتب در دیهای مو 3 تا مکتب داره 9 تا سینف انا یک سال من 250 سومون پول داو میداد 10 تاش دونی مدار 20 تاش 5000 سومون یک سینف میشه 5000 سومون از یک سینف پول جمع میکنه یک سینف 15 هزار یک مکتب میشه یک مکتب یک سینف اگر من شما چیکن یک من که 250 سوم در 10 ماه اگر بتم اونجا 10 تاش دونی مزار میشه 20 طلبه یک 10 ماه اینا 5000 سومون میتیا 5000 سومون 3 کره 5 15 3 سینف اگر 20 تایی طلبه داشته باشه هم یک مکتب 3 سینف طلبه داشته 15000 سومون میره بله 30 تا سینف داشته باشه 150000 سومون وات رفت
این همون طلبه رو ما میگیریم با روزش با چی میشه ما میگیم صنف نالوا تمام میکنه صنف یک میبریم هر یک تاش 150 تا 200 سومون در دکتر باید تشخیص بگذارم شهر میبریم ای تشخیص میگذاریم 150 تا 200 سومون ای گرفتار داده انا ایره میگیریم انا همون با همون طلب رو با هر یک تاش 150 سومی توپیم 150 سومی توپ کنیم هم که اینم یک دنیا درست 3000 6000 میشه یک سین 150 10 تاش یک نیم هزار میشه 20 3000 میشه سه اینا 6 هزار سوم با مردم اوبید که همون سالداد با ایرا ما تربیهش میکنیم تا سین 11 را تمام میکنه ما در این مکتب پول شبته با اینا مکتب پول شبته با من پلی چی رفته فرما شبته با دیگه که با نزدیکی دا اومدن با برای همون جلسه گذروندن رفتن که باید شما هر یک تاتون فرما بخرین ای همین مکتب ما همین ارگانیزاسیون ما خودشون فرما باید با معلم دانونه گفتن که اینا اگزمین شده است گفتن که شما باید بخرین معلم التماس کرده گشته که اگر شما نخریدین ما با اولیتون نمیتیم اگر همین طلبای هم چند طلبایی که دام ما معلم باشم اگر دام مکتب اگر طلبای من 20 تا باشه 20 تاش اگر همین نخرید ما اولیکم باید دو ارگانیزاسیونی که همون فرما را میاره درست ایسا اگه نگو که همه ایرا ما ای کیسه خدم کدستم ای کیسه خدم هم فرزنده ای کیسه خدم ای نولش تو کریشش ما تو این مکتب تمام کرده است همه شب دیدم که ای کیسه خدم ما رفته ای ما رفته اینجا ما چکار کنم دا بگیره که 2 سال دا اون ان اول چخرو را اخرانیت حالا به این حرفای شما چی نظر دارند کنی یک حرف ما صحبت کنیم چی کلوب فکر شما چی است فکر ما یک جان مقصد که 100% درست میگه بخدا سالدت شدیدم که گواره کودک کمانیچه است همه جنبونه سالدت میبارش کودک همراه گوارش همه جنبونه گوار میکنی نکشم سالت راست میگه بختا میبودن مقصد زمین در مقصد جمعی اگراد کوری وقتی که اگراد میشید همیدور بودرین تربز میپخ یک دونه با سالت نمیورد هم خز ظلمه راست میگه یکا بختا 100% راست میگه سالت میبرن گوارش هم کمان بوده که گواره نمرا همه جمعونه بوده که همرا کلان میکنه خیلی سالتاش هم دیده به نهایت بیزید حالا انا که شاوکان لبای انا که گوش کنده یک جمعو تپای سمرقند وقتی که دوره‌ای که رحمان گیتل شیخ منصور جنگ کردگی بود داد نانو تریتوری چی داد تپای سمرقند و همیشه نون داد رومید همیجه ده چستی موی پوست داشت یک تا پوست داشتن بعدم پوست ما را بردن پوست چی بود پوست چی نبود یک پونکت بود در همجا زمین کردگی پخته کردگی چسب پخته کردگی پخته را یک روز دو کم از سالدت میورد سالدت کدمان خطی چوبک میکرد پخته را بعد ما در همونجا 6 ماه موندم در همونجا 10 نفر ما 6 ماه موندم 6 ماه در اونجا ما تربوز کردیم 3 هکتار تربوز کردیم تربوز شید تربوز بور میکنیم کم از گجو میروه چست میروه گجو میروه چست میروه چست روی میکنیم این یکم تاش در چست نمی اومده یک روز میهن میگن که مایده شو بچینین میگه
یک جو فرما دا میبریم میگه مایده مایداش میچینیم در چست میرفتن این مایده مایداش کالونوش پول برای فروش میرفتن کدو کردگی بودیم دا اونجا همه چیز دا زیرویت بود این همه سوز سورتاوش همش بزرده بوده این مایده مایداش بچینیم نگه یک گازل میواد گازل دا بور میکرد این دا هم مایده مایداش در چست میرفت. بله دیگه چی بگم ایو بو همین مایده بیچاره سالدات پو کرده میشه همخه اکم ایو چی بگم من هم فرزندو میگن امروز همون نولش تو کریشاشا گفتم که اینا ما یگم سوند اما یوردم شدگی نیست ای باینی همی دولت ای طرف دولت یگم سوند نه ای دکتر ای تولد سر کن تا آخرش بردم یگم سوند ایمو درآمد شدگی نیست بو یک چیز دیگه اینجا نو دارن که اینجا همین خیلی که همون زمینای مورا رحمت الله خسر بچه پریزیدنت روکوادید میکده او خانه سوخته که همون روکوادید آدمش با همه قشلاقی خودمون با همه ملت خودمون با جنگ دوخته یک دکتر زمین 2700 میتی میگیری یک دکتر زمین با همون چیکار میگه همون سالدات همون اولیچخرا رو همون تربیه که هم میبرد زمین هم داشتی نمیتن که زمین هم آزاد نمیتن که ما بگیریم بکریم یک روز ماشین قطعی همون یک دهه دبدم هم دهه خدمت اومدم ایستادم که بعد یک رئیس محله گفت که ای جورای جب گفت یک خدمت که گفت مفتم اوه کور من آدم با عبور شده باشم یا خدمت از دستی من می اومده باشم و تا رئیس محله کنم بعد چی گفت رئیس گفتم بعد گفت بیا بریم یک جا گفت خیر رفتیم جا میریم هم خونه هم سیمبلوک یک آدم داشته همونجا میریم خیر رفتیم اونجا رفتیم در پیش همون سیمبلوک چی زوره کرده 6 تایی رئیس دامه ای بولو ای دوشنبه فرمان شده که 4 نفر هر یک دهه برای کار روی که دوشنبه ده اگه میروه باغ موغ کردن که چند وقت همون هر یک دهه یاردم دا اوجا باید بروم اگر یاردم 4 آدم یفته نتونستی 50 4 آدم دا 200 سومون روی که جماعت جمع میکنه یک قشدوق هر قشدوق میاره رئیس محله میده جماعت گرفته بعد اوجا روی میکنه انا 4 نفر پولش یک بلو کرده از عدد تا سیخ یک سومیسو جمع کرده همون هم نرسید نداد او آدم گفت که شما جوگین چی این گفت من نالو که زمین چی تبت سویت تبتم سنگی کشتگی من سوم شبتم سویت تبتم آبا بتم من همشه دودستم شما همه قرض دارین گفت اما رئیس محله را من همشه پیش برداخت کردگیم گفت شما چی دا اومدستین که جکای جوگی خونه نیست که شما ای خجوره یا بالوکه اگم گرو چاپ میکنم ایتاری میکنم رئیس محله در پیش یعنی همون زوره کرده شیشتن که همون یوان صحبته من ده هم روی کنم ولو از 200 سومون پوله از رئیس جماعت بامیته جماعت رئیس جماعت بعد دوشنبه روی میکنم همون دوشنبه اما دیکور بزرگ 4 آدم میگیرند 50 سوم روز 4 آدم و 50 سوم یا ولو ببینید برای چی همین خلاص برای چی همه در هر مجا یک مقاماتی در یک مقام کمترین رو صاحب شد حتما فکر میکند که علاقه همین دری بختش شده شد و حتما پولغندوری رو کیسه خراب کنی رو باید سر کند برای چی همین خلاص اوه که شوکت اینجا من اینا بگم که این دولت نیست یا یار اما چوپون هم نیستن که چوپون هم همو سرفرای مولش میره این من نمیدونم این اولاد یک دزد اولاد من داشت همو کلوب دارم رفت چی در رفتم من دنگره رفتم دنگره در پیش همو زفرف که کامل میگه همو جده یک چیزایی کردگیان که اکای شوکت بخت و قسم یمی دخترها رو بروی چشته سیگارت کشیده پیوه عرق خود داشت در همو جمع رسو کردگی همو مردمی نمو دنگره بیزور شدگی من راستش هم میگم بیزار شدگی تمامی کارخانه خیلی کارخانه هستن یک جاشته رفتم یک آهن یک ریزا برکن در کار بود رفتم همونجا شیشتم
بعد یک آدم همچه ماشین ششته است یا من نکسی دوست شده و ما گفتم نتا چاق کردیم ما چی کاری که ما همجا ما کردم با گفتم تو چی کاری ما گفت آزاده را کاروچی چی شاید فیرما دارن مغازین دارن او داره هم خیلی مغازین هست ما همین شیرینی های شفاعت خدی هم که ماشین دارم اما رو میکشم ماشینی همو نمی تورت و دیگه و همه چیزی خلاده لیدنم میکشونده مغازین هست تقسیم میکنم با ما گفتم ما هم پروا داریم ما هم میشوه که هم خیلی کارو هم یا دستگیری کنی بود ما هم خیلی کار باید بطوره با که نه اینجا تاغه نداشته باشیم تاغه را اگجا بیاییم ما اگجا میشه تو گفت ما فلان جو نه داشتیم خود نان نیست دایجا داشتیم نان نیست دایجا گفت همین خدمه هم دیگه تو خیمال نان شما بخین خیمه حالا چند نفر نوشته ایستادن که در وارد شدن به استودیو مشکلی دارن این از چی باشد؟ از چی همون نمره شما رو 4 بار سخرانیت کردم بازور سخرانیت کردم هم مایده نوشتگی هم که همون نمره که واتساپ سلیش که مایده نوشتگی کم تره کلام که با خوب میشیدم خب از استریمیارد هم میگن مشکلی داریم برای وارد شدن ما شما رو تماشا کردم ما افتم یک بار دیگه زنگ زدم نتونستم شما گاو زده ما افتم خیلی مدد که صحبتش تمام کرد بعد زنگ زدن نتونست شما گفتن که وارد شدن نتونست بعد ما افتم بیا با یک بار گبر سخرانی کنم یکی میبرویم با سخرانی کنم با شما زنگ زدم او طرفم در اومد نمیشه یک بلوک که همین خط زدم بسیار خوب که شاکر دیگه زنده باشید خوب بینیم همطوری وضعیت یکم جز خوب نیست او طرف شما رفتم یک چیز دیگر رو بگم این هم یک 17 پارسال در همین دنقره رفتم این پریزیدنت همون جاده من همون جا بودم در هم دنقره بودم و ما گفتم که پیش ما یک تا بچه دنقره ما گفتم بیا پریزیدنت بیا گفتم این گندم رو بینا گفتم این وقتی ها بود وقتی گندم پختگی بود بیا این گندم رو بینا گفتم این گندم کوک شده خر خورده استابت یا را اگر بینا مول گشته گفتم یا پرابلم هم میکنه در اینجا یا هم رئیس نوعی است اگر گفت این رئیس نوعی همین جیان خود شاید جیان خود شاید رئیس نوعی اگر بیجه یکم گفت نمیشه خیلی مالی نباشم اینجا هم خیلی مفهوم اینجا هم خیلی مالی نباشم تشکر به شما برادر عزیز زنده باشید حالا همینجا تقریبا 700 نفر تماشا میکنند ما رو یک خواهش از شما این است که حالا یک چند نفر کوششی وارد شدن به برنامه کنید توسط استریمیارد کسانی که این رو میتونید یک بار بسنجیم که ببینیم چه مشکلی وجود دارد چندین نفر حالا با واتساپ هم نوشتند با تلگرام هم نوشتند که چه خیلی شده ایستاده است که وارد میشویم استریمیارد اتکاس میتید یعنی رد میکند ما رو گفته حالا اینجا برادر کلاب وارد شده هستند گپ زده ایستادن من فکر کردم که خود کوششی وارد شدن نشده ایستاده است اما دوستان خواهش کرده ایستادن که کمبودی رو برطرف کنید اینجا همین قدر چیز دارد اگر یگان همین کمبودی وای فای نباشد یعنی پست بودن سرعت اینترنت نباشد اگر دیگه همه جو همش خوب است به فکرم یک مراتب کسانی که اینجا هستید خواهش وارد شدن به برنامه دارید یک بار گفتی رو صحبت پیتکه کنید و اگر نشد که بینیم چی می شود یک نفر نوشته است اینترنت بیزه منش خوب نباشم من زنده باشید برادر عزیز تشکر زیاد به شما سلامت باشید برادر عزیز ما هم بیرون با گفتی ورسو نبولداد میکنیم سلامت باشید زنده باشید تشکر به شما خب برادر کلاب یگان گفتنی دیگر دارید خیلی یا گفتنی شما گفته سین مردم خیلی مردم مرا بیدار کن اما جنایت های رحمان فدیگه همه مقصد که از بلاک تولد میشنه و میدونم که همین رحمان از ظلیم یا توجیه شه خیلی مردم ما مردم از چی گفتن مکه جان که هم مدرها خواهش میکنیم
فرزندتون در خدمت نگاه و بینشون کنید. هم برادرایی که برادرشون دودرشون خشتور نزدیکشون در خدمت نگاه و بینشون همه برن میکشن یکم جهت نگاه نمیکنن، نه جهت بیماری، نه جهت سلامتی، نه جهت خوراک، نه جهت لباس. خیلی سالت بیچاره را میترسونن. همین سالت ها خواهش میکنم که بگین مدارات کنن، با مردم رشوت بگین که مقصد هم خیلی عذاب داره. یک هفته 2 هفته در نماز استا و اکا گشنه میستن، گشنه گوسپندی که رما میگذاره اکا همجا خیلی میبره کنم را میخرنن که نمیگم با مدارشون که ما هم خیلی مشکلی داریم. درست. از شما خواهش میکنم که برادرها، مادرها، پدرها، فرزنداتون رو نگاه کنین. اکا باور میکنین 10,000 میرفتن اگر خدمت کرده باشید 10,000 مقصد ای اطریت با زمون زسته برام میرفتن سالت ای گشنگی را میغلطی نمی پشتا نگاه میکنی سالتش رفتگی ای گشنگی را باور میکنی اکا نگاه و بین نمیکنم. هر سالت بیمار میشه و اکا بخدا قسم ای بیماری میبره و سالت همه برن دور دا میکشن که سالت خشکشته و سالت همه پرونن که سالت خشکشته. نه خیلی ظلم میکنن برای در مرده در جسد ظلم میکنن که مقصد که میکشنش که کپ دو خشه دور دا کشته و که خشه پرونده خشکشته. الانه بیچاره سالت ای گشنگی را مرده ای بیماری را مرده. بله عمر گپ زنید. عمر السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. عمر اکا بفرمایید. شوکت جون سوزین تینجین. تشکر به شما. بهتر انشاءالله. و بعدا السلام علیکم به همه پادپیسچیکا و هموطنان عزیز. اکا شوکت جون اولا استعفا برای رحمانوف، دوم که برادران به طرف نباشه اوناشو حمله که کو بجیقین و خیلی که تو نمیکنه نمیبینه تو اینجا که در یوتیوب حمله که بجیقین که تو بیشتر برادران ببینن با خبر شون. اکثریت برادران هست که تو حاضر درک ندارن مقصد بجیقین حمله که مردم درک بیاوه. باز هم استعفا رحمانوف اکا در کارتون برار میخواهم. سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. تشکر به شما برادر عزیز. تشکر به همه نفرانی که با ما بودند. تشکر به همه دوستانی که در برنامه شرکت کردند و حرفای خود را گفتند. تماشابینان عزیز ما روز یکشنبه برنامه فردای تاجیکستان داریم. انشالله کوشش میکنیم که همین خیل آیسته آیسته کمبودی های خود را برطرف کرده، کمبودی های تکنیکی و عموما دیگر کمبودی ها را برطرف کرده وارد میدان شویم و حال حاضر باشد. تماشابینان عزیز واقعا با صبر همه شما تشکر میگویم که طول این 2 ساعت با ما بودید و ما را گوش کردید، ما را تماشا کردید و اینه که دوستان گفتند وارد شدن نتوانستند و با کوشش چند باره وارد برنامه شدن نتوانستند. ما یک بار دیگر با مسئولان تکنیکی، با نفرانی که مسئله را میفهمند با آنها صحبت میکنیم و این کمبودی رو برطرف میکنیم. از اینه که کمبودی پیش آمده است از یکایی که شما معذرت میخواهم، چون که اینجا دست تنها هستم و یک خودم هم مسئله تکنیکی و هم مجری برنامه هستم. انشاءالله که روز یکشنبه نصیب باشد و میخوریم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه دیدگاه.